شما بفرمایید که چه تاریخی ازتون سرقت شد و شما کجا بودید؟ روز یکشنبه 16 آذر سر سمیه بهار شمالی بودم. میخواستم اسنپ بگیرم، متاسفانه خب حواسم نبود، گوشی دستم بود، یهو از پشتم یکی اومد گوشی رو قاپید، سوار موتور شد که موتور سوارش ایشون بود و یکی هم که پشتش بود که الان فرار کرده نیست. بعد این که چه ساعتی بود؟ 10 و 10 دقیقه. مدل گوشیتون چی بود؟ S24 اولترا. خب موقعی که حالا می‌خواست بیاد سمتتون یا نزدیکتون بشه متوجه نشده بودین کسی داره نزدیک میشه؟ اصلا متوجه نشدم. نه. خب حالا با خودش هم چاقو داشته هم گاز اشک‌آور، به شما آسیبی وارد نکرد؟ شانس آوردم، من دنبالش دویدم، اگه میرسوندم پشتش یه موتور دیگه بود که بعدم تو دوربین دیدم، اگه میرسوندم مطمئنم میزدم. چقدر طول کشید تا به شما گفتن که سارقتون دستگیر شده؟ دقیقاً خدا رو شکر 20 دقیقه بعدش ایشونو گرفتن و بهم اطلاع دادن. همون لحظه گوشیتون هم باهاش بود درسته؟ نه متاسفانه گوشی رو یکی دیگه بوده که فرار کرده. این که پشتش بود ایشون راننده بود، تیر خورده، یکی پشتش بود که فرار کرده و گوشی من هنوز نیستم. چهارشنبه 8 آبان گردنبند طلا. خب موقعی که حالا نزدیک شما شدن اصلا به اینکه اول چه جوری از شما سرقت کردن گردنبندتون؟ من خودم با موتور بودم، اومدم به همکارم یه چک بدم، همین که رسیدم پیشش ترمز کردم از پشت کندن بردن. یعنی من اصلا وقتی متوجه شدم که اینا رو موتور بودن داشتن میرفتن، اصلا متوجه نشده بودین کسی داره نزدیکتون میشه؟ اصلا نفهمیدم، چون با موتور بودم پشت سرم هم ندیده بودم. موقعی که رفتن یه دونه زد پشت گردنم، وقتی که برگشتم دیدم رو موتوره، وقتی دیدم ماسک و کلاه و اینا داره اینجا دست دادم گردنبندم نیست. خب گردنبندتون ارزشش چقدر بود؟ 20 گرم بود که امروز حدوداً 300 تومان. خب الان توی ایشونو دستگیر کردن توی اموال سرقتی پیدا شد؟ نه خیر متاسفانه. خب ایشون به خودشون سلاح داشته، گاز اشک‌آور هم داشته، به شما آسیب وارد شده؟ نه دیگه به راحتی کندن بردن. اینا مثلا من متوجه نشدم که بخوام از سلاح استفاده کنم، ولی راحت. بعد موقعی که به شما گفتم برای شناسایی بیاین تونستی شناساییشون کنین؟ بله. ایشون راننده بودن و نفری که پشتشون بودن